مردم درد نگفته زیادی دارند. به رئیس و به وزرا حکومت از بودجه من و شما شهروندان عزیز این ماشین را به او داده است، ولی من و شما را قبول نمی کنند. این پارچه از یک صحبت آخرین دلیر امامعلی پیش از بازداشتش است. او به در وزیران و کبیران می رفت تا سالهای مردم را از آنها بپرسد. یکی را می داد، دیگری از در می راند. جنجال و دعوای ساکنان را برای زمین و خانه ثبت و با طرفهای دعواگر صحبت می کرد و در یوتیوب می گذاشت. با همین گونه بلاگ های ویدیویش شهرت یافت و صدها هزار بیننده را به کانال خود در یوتیوب جلب کرد. در طول کمتر از 3 سال گزارش و صحبت‌هایش را بیشتر از 26 میلیون بار دیدند. از تابستان امسال مخالفانش زیاد شدند. ماه ایون به اتهام صاحبکاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 بازداشت و اعدام اکتبر به 10 سال زندان محکوم شد. اتهاماتی که خودش و طرفدارانش به اساس می‌دانند و می‌گویند مقامات برای خاموش کردن دلیر امامعلی و خلاص شدن از تنقید او را به زندان انداختند. لالی صنم اولوغ و کارگردانی که با دلیر کار کرده است گفت دلیر امامعلی یکی از ملت پرستان واقعی وطن خود است. آن تئاتر و مستند را رواج میداد. طرفدار رشد زبان تاجیکی، طرفدار افکار انتقادی در میان مردم تاجیکستان است. من بسیار افسوس میخورم که او را چنین سخت جزا دادند. به نظر من آدمان مثل دلیر امامعلی در آزادی به موزه رونند. همکاران سابقش میگویند دلیر از روزهای اولی که رو به خبرنگاری آورد سعی میکرد بی‌طرف باشد و حق به اقدار برسد. به قول سید احسان سولیف همکار سابقش در رادیوی امروز تلاش میکرد اگر تصمیم گرفت انجام بدهد مشکلم باشد سعی میکرد این کار را انجام دهد، یعنی در بررسی ها بسیار عادلانه عملی میکرد. دلیر امامعلی که 34 سالگیش را در حجره بازداشتگاه تجلیل کرد، همسر و 2 فرزند دارد. ختم کرده دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان است و هنرپیشگی هم میکرد. در رادیوی وطن، گروه تئاتری نگاه نو، سوخت سینما و رادیوی امروز کار کرده است. استادش قربان صابر میگوید دلیر بسیار بچه باهوش و باننگ و باآور همین مملکت است. باید همه همین گونه باشد، اما متاسفانه همه مثل دلیر نیستند. خیلی کمبودی دارند و خیلی کمبودی‌هایشان را پنهان میکنند. برای همین دلیر بسیار روشن مینماید. حامیان حقوق میگویند محکوم به 10 سال زندان شدن دلیر امامعلی بهایی است که تاجیکان برای آزادی بیان و انعکاس واقعیت میپردازند. به قول آنها دلیر را برای خبرنگار نوترس و دلیر بودنش پس پنجره انداختند، نه یگان گناه دیگر.